همیشه در تمام لحظات کنار ما بوده، مخصوصا مایی که کار ساختمونی انجام میدیم. امروز با برای بچه ها و اکیپی هستیم که توی کارهای ساختمونی همراه ما بودن، زحمت کشیدن. من از همینجا دست تک تکشون رو میبوسم و میخوایم چند کلمه حرف دل بزنیم، حرف دلی بزنیم. نه با کسی کاری داریم، نه با گروهی هستیم، نه با جریانی کاری داریم و خدا نکرده نمیخوایم به کسی توهین کنیم. میخوایم حرف دل بزنیم، چون اینجوری که خودتون میدونید پادکست های من حرف دله، 2 کلمه حرف دل. آقا رضا خدمتمون هستن، آقا یاسین خدمتمون هستن که تو این پروژه با ما همراهی میکنن. آقا یاسین تو این پروژه با ما آشنا شدن، آقا رضا پروژه های قبل با ما همراهی دارن و بسیار مرد شریف و انسان دوست داشتنی هستش. حالا میخوام سر صحبت رو اینجوری باز کنم که اصلا رضا جون چی شد که اومدی تو این کار؟ از کجا شروع شد؟ چجوری این حرفه رو انتخاب کردی؟ چجوری مسیر زندگی تو این کار شما رو برد؟ آیا دوست داشتی این کار رو یا نه از سر اجبار اومدی؟ این کار رو دوست نداشتیم، نه، ما روی اجبار بوده. میشه مثلا چه کاری رو دوست داشتی از کودکی یا حالا نوجوانی؟ همیشه دوست داشتی چی کاره بشی؟ دوست داشتم درس بخونیم دیگه، کار دولتی داشته باشیم، کار راحت‌تری داشته باشیم، کاری که این همه سختی نداشته باشه، این همه زحمت نداشته باشه، یه کاری باشه آینده داشته باشه، بیمه داشته باشه. بله. و بتونه آدم زندگیشو بچرخونه. دقیقا حرف درسته، قبول دارم. بس انتخاب خودت نبود و از سر اجبار و بالاخره گذروندن زندگی و زن و بچه و این حرفا اومدی. خب آقا یاسینی که خدمت ما هستن، رضا جان دوباره با شما صحبت میکنم. آقا یاسینی که خدمت ما هستن از دوستان عزیز افغانستانی ما هستن. بچه ها همیشه این رو در نظر داشته باشید که همه انسان ها حد و مرز و جغرافیا وجود نداره. تمام انسان های روی کره زمین، چه خوب چه بد، ما با هم برابریم و برادریم، همه با هم انسانیم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. خیلی حجمه وارد میشه به این دوستان عزیزمون، بالاخره هم خوب میگن هم بد میگن، ولی من تا الان از دوستان افغانی بدی ندیدم، ولی که بسیار خوبی دیدم. حالا در خدمت آقا یاسین گل هستیم که از افغانستان خدمت ما تو این پروژه رو همکاری میکنه. خب یاسین جان چجوری شد اومدید ایران کار کنید؟ چجوری فکر ایران زد؟ از کشورت بگو الان در چه حاله؟ چجوری چی شد که اومدی اینجا کار کنی؟ کشور ما که بود آبلومی نبود دیگه، میشه جنگ بود و ما که زندگی خوبی نداشتیم دیگه. من از 14 ساله بودم که اومدم ایران، 96 تقریبا اومدم ایران. خب دیگه مجبور بودم بیام اینجا یه لقمه در بیارم، خانواده‌ام رو برم شریک بشم باهاش. اومدم اینجا به خاطر کارگری و خاطر این کارا اومدم. فعلا هم ایران 6 سال ایران زندگی میکنم. درسته. راضی هستی از اینکه داری تو ایران کار میکنی؟ سخت میگذره یا خوب میگذره؟ چجوریه؟ اینو یه توضیح به من میدی؟ خب دیگه مثلا خانواده اونو افغانستان هم برای ما سخت میگذره دیگه. مردم که راضی‌ایم چون اومدیم اینجا غریبی میکنیم، کسی چیزی بعد هم نداریم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. دیگه زندگی ما خوبه فعلا. خب خدا رو 100,000 مرتبه شد. دوست داشتی چی کاره بشی همیشه بچگی؟ آرزو چی بوده؟ دوست داشتی چه کار کنی؟ مثلا بچگی همیشه بچه‌ها میپرسن مثلا دوست داشتی چی کار بشی؟ مثلا میگه خلبان دوست دارم میشم، اون یکی میگه مکانیک دوست دارم میشم. تو
اصلا آرزویی داشتی از بچگی که مثلا چی کاره بشی؟ همچین فکری تو سرت بوده؟ خب دیگه فکری خوبی سرم نبود دیگه، فقط برام برمیگشتم تو افغانستان که بدم دیگه. علاقه ورزش خیلی داشتم که ورزش برم ولی نشد. چه نوع ورزشی؟ خب دیگه فیلم زیاد نگاه میکردم، کنکور کاراته میرفتم. آها، ورزش کاراته رو خیلی دوست داشتی. دیگه ول کردم دیگه، وقتی دیدم خانواده‌ام نمیچاله پس اومدم ایران. یعنی ساپورت نشدی و از آرزو دست کشیدی، تن دادی به یه کاری که بالاخره امرار معاش کنی، فقط پول در بیاری. آره دیگه، به خاطر خانواده‌ام از دیگه چیزام گذاشتم، از آرزوم گذاشتم، به خاطر اونها یک لقمه نون در بیاریم بخوریم دیگه. قابل توجه مسئولین عزیز، از این جور دسته از جوانها، خب یکی از اپیزودهای ما مرگ جوانان پیر و مرگ استعدادها بوده. امیدوارم روزی برسه تو این دنیا، تو این جغرافیا، تو این سرزمین که هر کسی هر آنچه که آرزوش رو داره و هر آنچه که علاقه بهش داره بره داخلش و موفق بشه. هیچ کس از سر اجبار و از سر معیشت برای کاری تن نده. چه بسا که این انسان‌هایی که بغل من نشستن از قشر شریف زحمتکش هستن، همونجوری که آقا رضا فرمودن. ما خود من حتی نه بیمه‌ای داریم، نه عیدی داریم، نه سنواتی داریم، نه پاداشی داریم، هیچی نداریم. یه روز کار هست، 10 روز نیست، 20 روز هست، 30 روز نیست. بالاخره خدای ما هم بزرگه، ما رو زور و بازو و قدرت بدنیمون بالاخره هممون عقیده داریم که پول وقتی حلال باشه سر سفره بره خیلی ارزشش بالاتره تا مثل این دوستانی که حالا در سران مملکت هستن که اختلاس میکنن و یه سری کارهای دزدی که از بیت المال از جیب ایشونه منه میره. و به نظر من تو این دنیا یه خوبی میمونه یه بدی. یعنی موقعی که انسان رفت ما همه سواری قطاریم، شهریار میگه میرسد قرنی به پایان آقا رضا و سپهر بایگان دفتر دوران ما رو هم بایگانی میکنه. قطار ما هم بالاخره یه روزی وای میسته و ما هم از این قطار پیاده خواهیم شد. منتهای مراتب نکته‌ای که اینجا میمونه اینه که ما تو این راهه، تو این مسیره آیا لذت بردیم؟ آیا زندگی کردیم؟ آیا کار خوب انجام دادیم؟ آیا تونستیم دل کسی رو نشکنیم؟ تونستیم اونجوری که خودمون میخواستیم زندگی کنیم؟ خب این یه بخشیش برمیگرده دوباره به جغرافیا، یه بخشیش برمیگرده به مسائل مدنی، اجتماعی و خیلی موارد دیگه. حالا از رضا جان میخوام که یه سری توضیحاتی، یه سری درد و دل بکنه تو این تریبون، با مشکلاتشو بگه. نمیدونم حالا ایشالله که پیش بدون مشکل نباشه، ولی خب این حرف من غلطه چون هممون مشکل داریم. حتی این کمد دیواری هم که جلوی من مشکل داره تو این وضع. میخوام یه مقدار درد و دل کنیم با چی کار کنیم، چه راهکاری پیشنهاد میدیم. ما هممون ایران رو دوست داریم، هممون وطنمون رو دوست داریم. شما لور هستی، شما افغان هستی، چون هممون همخونیم، هم برادریم. چه پیشنهادی میتونی بدی؟ چه فکری داری که مثلا بهتر بشه همه چی، آسونتر بشه همه چی، از مسائل بچه ها گرفته، فرهنگی، مدرسه تا کار، تا یه توضیح کلی. حالا نمیخوام ویدیو هم طولانی شه، در حد 3-4 دقیقه با بچه ها بی زحمت دوربین هم اگه نگاه کنیم، با بچه ها یه 4-5 دقیقه حرف دلی بکنیم. 2 کلمه حرف دل ما هم میشه. بله آقا علی، خواهش میکنم. بچه ها بفهم. قربونت. ما هم دوست داریم این وضعیت تموم بشه،
دیگه خسته شدیم ای بعد از سخت خوب هیچ جا آدم نمیشه، هیچ جا کشور خود آدم نمیشه. دوست داری توی کشور راحت باشی، آرامش داشته باشی، معیشتت برای باشه، خونت برای باشه، سربلند بری پیش زن و بچه‌ت، بعد فکر نداشته باشی، دغدغه‌ای نداشته باشی، جایی که هستی راحت بتونی فکرت آزاد باشه، نه با سختی زندگی کنی، نه دنبال یه لقمه نون از صبح تا شب بدوی، آخرش هم به هیچی نرسی، نه آینده ای، نه هیچی نداشته باشی. بعضی موقع واقعا سخته دیگه، خسته میشه آدم. آرزو داری میشه روبرو باشی. زندگی ای چه کنم و این چه نکنم و تموم بشه. صبح در خونه بزنی بیرون بدونی داری چی کار میکنی، کارت چیه، برنامه چیه. با این تفسیر که رسه شما آدم از یک ثانیه بعد خودش خبر نداره. این میدونم، ولی خب دیگه زندگی آدم باید همیشه تو فکرت هست، چیزایی هست، حالا اون دست خداه. بله. تو شب بخوابی تو آدم بلند نمیشه، اون خدا تعیین میکنه. ولی خب آدم باید فکر فرداش هم کنه، فکر آیندهش کنه. حالا تا هر جا که تونست، هر جا که دیگه راحت تونست فکرش بکنه. بعد خیلی دلی صحبت کنه، خیلی دلی صحبت با همینجاش خیلی قشنگ، خیلی خوب. دوست دارم مثلا این مملکت، این جامعه ما بهتر بشه. هممون دوست داریم. اما به فکر این مثلا این کلا بذاره سر اون کلا بذاره، این حق اینو بخوره اون حق اونو بخوره. اون ارزش این چیزا رو هم نداره، واقعا نداره. میخواد کجا رو بگیره؟ این حق کارگر رو بخوره، اون حق اون یکی رو بخوره. دوست داریم زندگیمون صبح اخواب با میشی با رویه پا میشی، با آینده امیدوار باشی، نه ناامید بشی. آینده آرزو بد کنی، آرزو خوب داشته باشی برای خودت، برای بچه‌ت، برای رفیقت، برای دوستت. چقدر خوبه این طرز آرزو. منم شبیه خودتم، واقعا برای تمام مردم جهان آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم. تمام مردم جهان. هیچ وقت مرگ بر کسی نگفتم، چون عقیده دارم اگر مرگ بر کسی بفرستی اول به خودت برمیگرده. دوست دارم نظر شما رو بشنوم. درسته آقا علی، ولی خب دوست داری صبح اخواب پا میشی میزنی بیرون، مردم همه شاد باشن، خوشحال باشن، نه همه عبوس باشن، تو فکر خودشون باشن. الان من برم خونه چیکار کنم، از کجا جور کنم، چه حرکتی کنم. همین دیگه داشتن. خب یاسین جان شما بگو، 3-4 دقیقه درد و دل کن با دوربین، با مردم درد و دل کن. حرفاتو میشنویم، هر حرفی که داری، هر چیزی که داری رو بگی، ما میشنویم. خب دیگه علی من از کشوری هستم که خیلی آواره و بدبخته. خب مردمش خیلی بدبختی میکشن. 30 ساله 35 ساله که همش جنگ و دعوا ایناه، همه پراکنده شدن 10 تا این کشور، 100 تا این کشور. آرزو داره یه روزی کشور ما اونجوری بشه. فرق نداره ایران افغانستان، بله همش برادر، قبل یک کشور بودم. بله دقیقاً. این آرزو اینه که همه به تنها دوری هم جمع بشن دوباره هم باشه کشور ما. آمین. یک کار خوبی باشه که دیگه این منبر نره، نه کسی رو گوش نره. دارم راضیم الان دیگه، درست متولد افغانستان، ولی من 6 سال زیر پرچم ایران زندگی میکنم. راضی هم هستم از مردم ایران. همه میخوای بری ببخشید اون حرفتون آدم
خیلی سخته دیگه. آره باید اذیت میکنن. درسته؟ آره سخته، اذیت میکنن دیگه. بعد اگه شدی یا قانون نشدی که بهتر اینجا زندگی میکنی. درست. تو الان نه کارت بانکی داری نه هیچی نداری دیگه. نه دیگه، فقط دوست رفیقی داشته باشی بهش بگی یه کارتی خودش آمونت میده دستی آدم تو کار آدم را بفته. ولی خود ما که نه خط میتونیم بگیریم نه کارت میتونیم بگیریم. خب اینم بده دیگه. باید بالاخره یه تدبیری اتخاذ کنن که شما هم انسانید، شما هم شریفید، شما هم درجه بالایی برخوردار هستید و اینکه وطنتون رو ترک کردید، ترک وطن خودش یه سختی دیگه ای داره و عدم احترام و عدم شخصیت گذاشتن برای شما هم دیگه یه داغی که بر دل تازه میشه. امیدوارم که یه روزی حرفی که خودت زدی اتفاق بیفته، تمام کشورها توی صلح باشن، تمام کشورها توی شادی باشن، بچه ها همه بخندن، جنگ هیچ جای دنیا نداشته باشه، مسائل اقتصادی برای همه یکی باشه، طبقات اجتماعی، طبقات مالی انقدر با هم اختلاف نداشته باشن. در آخر ممنونم ازتون، از جفتتون، هم از آقای یاسین گل و آقا رضا گل و شعرم سخنمو با شعری از سهراب سپهری به پایان میرسونم. زندگی رسم خوشایند است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. زندگی بعد درخت است به چشم حشره. زندگی تجربه شب پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست. خبر رفتن موشک به فضا، لمس تنهایی ما، فکر بویدن گل در کره دیگر. زندگی یافتن سکه 10 شاهی در جوی زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی گل، زندگی یافتن سکه 10 شاهی در جوی خیابان است. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما. زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست. هر کجا هستم باشم. آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق. زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر میرویم گاج پایم. امیدوارم که دوست داشته باشید. میدونید که میتونید با حمایت هاتون، لایک کردن، نظرات مثبت توی روند بهتر کردن برنامه هامون ما رو یاری بفرمایید، یاری برسونید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام دنبال کنید و www.akapcg.ir سایت ما هست و هدف ما اشاعه محتوای درست و مثلی که با 2 کلمه حرف دل همراه هست.